وزارت تندرستی تاجیکستان شام 13 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری یگان حالت نو سرایت شهروندان به کرونا ویروس ثبت نشده. در عین زمان در این مدت 5 بیمار از این ویروس شفا یافت و خوشبختانه کسی نففتیده است. از 21 یون به این طرف در عموم در 85 روز آخر این بار اول است که وزارت تندرستی از آشکار نشدن یگان حالت نو کرونا ویروس حسابات می‌دهد. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 13 سپتامبر در تاجیکستان رسما 17084 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا سانحه ذکر گردیده 16953 نفر از این بیماری شفا یافته، 124 نفر متاسفانه ففتیدند. از آمار رسمی وزارت تندرستی برمی‌آید که تا شام 13 سپتامبر در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان همگی 7 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. خبرگزاری خاور وسعت معرکه واکسینه زنی از جمله حداقل یک وعده واکسین ضد کرونا ویروس را گرفتن 2,168,000 یا 37.2% از جمع 5.8 میلیون نفر اهالی کلانسال تاجیکستان و هر دو وعده واکسین را گرفتن 1,278,000 نفر را یک سبب تقریبا به صفر رسیدن سطح پنجشنبه کرونا ویروس در کشور نامیده است. خاور می نویسد در نتیجه دستگیری های پیوسته حکومت و واکسینگیری امروز سطح سرایتیابی شهروندان به بیماری کرونا ویروس کاهش یافته. طی هفته آخر حالتهای بستری شوی شهروندان در جمهوری با سرایت کرونا ویروس به قید گرفتن نشده است. همین طور بنا به اطلاع خاور در شهر دوشنبه آخرین حالت سرایت به کرونا ویروس 29 آگوست ثبت شده. حالا در پایتخت تمام مؤسسه های طبی که به طبابت بیماران کرونا ویروس مشغول بودند به فعالیت مقرری گذاشتند، ولی منتقدان به این آمار خوشبینانه وزارت با نظر شبهه نگاه میکنند و بر اینند که مقامات دیگر باره سیاست پنهان کردن وضع واقعی پاندمی را پیش گرفتند. به گفته آنها هرچند دامنه پنجشنبه کرونا ویروس نسبت به ماه‌های ایون و ایول کاهش یافته است، ولی ادعا کردند که کرونا ویروس به نیستی رسانیده شد پیش از وقت است.